4 تا کار ممنوع هست که اگه تو اونها رو انجام ندی قطعا موفق میشی. گزینه اول اینه که راجع به رویاهات حق نداری با هیچ کس صحبت کنی، چون ناخواسته ممکنه تو رو منصرف کنن. گزینه دوم اینه که دنبال کار شراکتی نرو، چون کار شراکتی تو 99.9% به مشکل برمیخوره. با همون کم خودت جلو بری خیلی بهتره. گزینه سوم اینه که مراقب مهر دادنت باش. قرار نیست تو به همه به یه اندازه مهر بدی. مهرتو جیره بندی کن و به هر کسی به اندازه لیاقت و اون احساس خوبی که ازش میگیری مهرتو بهش بده. و گزینه چهارم اینه که بیا در مورد رنجش‌های خودت صحبت کن و اینقدر رنجش‌های خودتو درون خودت نریز و اینقدر منتظر نباش که دیگران تو رو حدس بزنن. این 4 تا کار رو انجام ندی قطعا تو موفق میشی. این منظره زیبا تقدیم نگاه شما عزیزان.